سلام، من امیرعلی هستم. به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. امروز قراره یک پاستای متفاوت درست بکنیم. مواد مورد نیازمون آرد، گوجه گیلاسی، سیب زمینی، گوجه معمولی، پیاز، سیر و ادویه هامون. بریم که با هم درستش بکنیم. خب اول از همه سیب زمینی هامون رو برمیداریم، با چنگل شروع کنیم سوراخ کردن. این پاستای ما یه ذره متفاوت با پاستاهای دیگه است. شما داخلش از ماکارونی استفاده نمی کنیم. سیب زمینی اون رو میخوایم تنوری بکنیم. هم میتونین داخل فر بذارین، هم میتونین که داخل منقل یا باربیکیو بذارینش. شروع میکنیم همه رو اینجوری آماده کردن. حالا بعد از اینکه سیب زمینی اون رو گذاشتیم داخل فر، گوجه همون رو برمیداریم. انتهای گوجه همون رو اینجوری به اضافه در میاریم. و میذاریمشون توی قابلمه. آب میریزیم و میذاریم به مدت 10 دقیقه تا 1 ربع بپزه. بعد اینکه گوجه‌هامون رو ریختیم تا بپزه، حالا نوبت پیازامونه. حالا 3 تا حب سیرمون رو پوست میگیریم، شروع کنیم به ریز خورد کردن. بعد از اینکه گوجه‌هامون پخت، وقت درست کردن سسمونه. گوجه ها رو که از تو آب در آوردیم شروع کنیم پوستاشون رو کندن. پوستاشون رو جدا میکنیم و بعد میکسشون میکنیم. خب پیازا و سیرامونی که خورد کردیم، حالا روغنمون رو داغ کردیم و اضافه میکنیم بهشون. پیازامون رو میذاریم قشنگ طلایی طلایی بشه. به پیازامون زردچوبه اضافه میکنیم. تقریبا 1 قاشق غذاخوری. ما این رسیپی رو هم برای دوستانمون که گیاهخوارن گذاشتیم، هم برای کسایی که دوست دارن با گوشت و مرغ درست کنن. ما بهش گوشت چرخ کرده اینجا اضافه میکنیم به غذا. گوشتمون که تفت دادیم، حالا گوجه‌مون رو اضافه میکنیم بهش. بعد از اینکه گوجه‌هامون رو تفت دادیم، حالا موقع اضافه کردن ادویه‌هامونه. 1 قاشق فلفل قرمز، نصف قاشق فلفل سیاه و نمک هم به میزانی که دوست داریم میتونیم بزنیم. بعضی دوست دارن که نمک نداشته باشه.
خب وقتی سیب زمینی هامون از سوفر در آوردیم برششون میزنیم و مغزشون رو خالی میکنیم، مغز سیب زمینی ها رو. وقت اینه که آرد رو به سیب زمینی هامون اضافه کنیم. شروع میکنیم به ورز دادن تا قشنگ با هم ترکیب بشن. شروع میکنیم خمیرامون رو برش زدن به قطعه‌های کوچیک. وقتی که سیب زمینیامون رو خورد کردیم آماده شد خمیرمون، حالا می‌ذاریمشون توی آب جوش. یکم هم نمک اضافه میکنیم. حالا به سسمون خامه رو اضافه میکنیم. بعد که خوب مخلوط شد نصف لیوان شیر بهش اضافه میکنیم. بعد میذاریم قشنگ بجوشه. بعد از اینکه سیب زمینیامون پخت و موادمون غل زد و مایمون آماده شد، حالا سیب زمینیامون رو به موادمون اضافه میکنیم. غذامون آماده شد و حالا میریم که تستش بکنیم. عالی شده.